سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه جلسه دیگه در خدمتتون هستیم. جلسه گذشته در مورد اتوماتیک دیفرنشیشن صحبت کردیم. اتوماتیک دیفرنشیشن یه مفهوم بسیار مهمه که در واقع توی این جلسه زمانی که وارد سرس شدیم استفاده ازش خواهیم کرد. خب عرضم به خدمتتون که اصلا بذار ببینیم که امروز چی کار میخوایم بکنیم. امروز حالا جلسه پنجم تقریبا، نمیدونم دقیقا جلسه چندم میشه، ولی توی این جلسه بچه ها میخوایم وارد سرس بشیم. سرس چیه بچه ها؟ سرس در واقع بذارید من یک ثانیه دیگه اپتیمیزیشن این باید باشه. خب ببینید بچه ها، سر سالور یک کتابخونه سی پلاس پلاس. خب توی پایتون هم رپرش نوشته شده، ولی خب من خودم به شخصه استفاده نمی کنم. دلیلش هم مشخص. سرس بچه ها برای این نوشته شده که خیلی سریع باشه، بتونه در واقع مسائل لارج اسکیل رو حل بکنه. تو پایتون هم میشه همچین کار رو کرد، ولی بچه ها من تجربه ای که داشتم تو پایتون خیلی جالب نیستش سرس، چون رپرش درست نوشته نشده. حداقل شاید نوشتی که من استفاده کردم ازش خیلی جالب نبوده. یه جورایی بچه ها سایپای اپتیمایز رو اگر فرض بکنیم که یه در واقع فندک باشه، سرس سولور یه چیزی تو مایه های شعله افکن. خب قشنگ بچه ها برای این ساخته شده که بیاد کارهای اپتیمیزیشن انجام بده. حالا بچه ها این رو گوگل ساخته. برای چی ساخته؟ برای اینکه زمانی که گوگل استریت ویو رو که میخواستش حل بکنه، یعنی در واقع سیستمش رو راه بندازه، نیاز داشت که سرشکنی دسته اشعه یا همون باندل اجاسمنت معروفی که ما بچهای حالا فوتویی خیلی روش کار میکنیم، شما هم 100% توی در واقع میشه گفتش درسایی مثل مبانی فوتوگرامتری تحلیلی و هر چیز دیگه ای که یه سرش کلا به فوتوگرامتری میخوره، میدونید که اصلا یه مسئله بسیار اساسیه توی رشته ما، باندل اجاسمنت. بعد کلا بچه سرچ سالور واسه این ابداع شده، واسه این اختراع شده، واسه این نوشته شده که بیاد مسئله باندل اجاسمنت رو روی گوگل استریت ویو حل بکنه. خب سر همین بچه ها به طور عظیمی، واقعا عظیمی، توی سیستم های صنعتی استفاده میشه سرچ سولور و اولین، تقریبا میشه گفت یکی از اولین انتخابا واسه هر شخصیه که میخواد بره در واقع مسئله اپتیمیزیشن رو توی مسائل کامپیوتر ویژنی، مسائل رباتیکی، کلا تو هر مسئله میخواد به صورت صنعتی حل بکنه، باید از سرچ سولور استفاده کنه. حالا میبینیم که بچه در ادامه یه چیزی دیگه، پکیج دیگه هم هست به نام G2O. G2O هم میاد بچه مسئله اصلا اونم برای باندل اجاسمنت ساخته شده و میاد فرقش اینه که G2O مسئله رو میبره تو فضای گرافی. خب حالا اینا رو میذاریم برای جلسات آینده، ولی سرچ سولور بچه ها فقط بدونید که مثلا توی سیستم هایی مثل گوگل کارتوگرافر که در واقع یه چیزی تو مایه های سیستم اسلمه، حالا سیستم اسلم چیه و اینا رو انشاءالله تو جلسات بعدی، حالا این کورس نه ولی سعی میکنم کورس های دیگه که اگر بذارم توضیح بدم بهتون. خب مثلا اینجا الان توی یه دونه از پروژه های ناسا بوده، تو پروژه گوگل ارف بوده که در واقع برای ریفاین کردن الاینمنت کردن تصاویر ماهواره‌ای یا هوایی استفاده میشه و خب میبینید که بچه یه چیزیه که همه جا استفاده داره میشه و یه انتخاب اولیه واسه هر مسئله اپتیمیزیشنی که ما میخوایم انجام بدیم و نیاز داریم که توی اسکیل بزرگ این کار رو انجام بدیم، سریع این کار رو انجام بدیم. خب عرضم به خدمتتون بچه‌ها، توی قدم اول توی سرس شما نیاز به خب طبیعتا یه C++ دارید.
خب بچه وقتی ما میگیم C++، در واقع شما به چه چیزی از C++ نیاز دارید؟ ببینم رو وقتی ما میگیم بچه C++، شما نیاز به یک کامپایلر دارید. خب کامپایلر GCC و G++ رو لطفا نصب بکنید. خب نصبش خب خیلی طبیعتا ساده است و یه دونه به قول معروف مثلا می‌نویسید دانلود. حالا من که الان بچه روی لینوکس هستم، ولی مثلا میتونید بنویسید دانلود GCC for Windows. به همین شکل بچه خیلی راحت. یک ثانیه بچه من VPN رو خاموش بکنم. دانلود GCC for Windows. مثلا چه نگاه کنید اینجا خب شما طبیعتا یه GCC باید نصب بکنید، یه دونه G++ باید نصب بکنید برای پایتون، برای C++. خب اینجا GCC و G++ بچه کامپایلر های C++ هستن. خب GCC یه همون در واقع میشه گفتش که GNU کامپایلر کالکشن، اینجا هم کاملا مشخصه. باینریش رو دانلود میکنید یا نصب میکنید، حالا طبق اون چیزی که داخلش نوشته شده. حالا نت انقدر امروز وضعش جالبه که نمیدانم چه بگویم. خب حالا فرض میکنیم بچه GCC و G++ رو نصب کرد. قدم بعدی اینه که بیایید سرس رو خودش رو نصب بکنید. من بچه بهتون پیشنهاد میکنم این روش رو یاد بگیرید که سعی کنید هر چیزی رو از داکیومنتیشن خودش پیش برید باهاش. یعنی اینکه نصب کردنش رو میخواید انجام بدید، نرید بگردید آقا توی اینترنت چجوری، آقا یه نفری اومده این کد رو نوشته، خودش هم توضیح داده که چطوری میتونی این کار رو نصب بکنی. خب چطوری میتونی این پکیج رو نصب بکنی. خب طبیعتا منطقی ترینش اینه که بیاید از خودش استفاده بکنید دیگه. یه سرچ سولور سرچ میزنید تو اینترنت. خب یه بچه سایت اول searchsolver.org میاد واسه خودش چیزه. خب مثلا یه دونه بخش داره اینستالیشن، میاد اینجا مثلا نوشته ویندوز، لینوکس، مک او اس. خب حالا میگه آقا همینجا شروع کنید مثلا اول بخونید. اولین قدمی که باید بکنید اینه که کلونش بکنید. یعنی برید مثلا از دستور، حالا در واقع من روی ترمینال اینجا، شما هم رو ترمینال ویندوزتون اگه یعنی لینوکس ندارید، رو ترمینال ویندوزتون بچه خیلی راحت دستور گیت رو می نویسید، کلون رو می نویسید، خودش در ادامه مثلا اینجا همین دستور رو بزنید خودش دانلود میکنه. حالا من چون نمیخوام کلونش بکنم کاملا مشخصه بچه، مثلا یه هلپ هم میتونید اینجا بزنید. حالا بچه کل چیزایی که در مورد گیت کلون نوشته و یه دونه چیزایی که میتونید اینجا بذارید و مثلا دیرکتوری و مثلا هارد لینک و این مثلا منظورش لینکه یا یه سری لینکه، یعنی یه لینک دیگه بچه ها همینو بذارید، یه دونه فایل براتون، یه دونه در واقع فولدر براتون دانلود میکنه. خب زمانی که این فولدر رو دانلود کرد، بذارید بچه ها من دانلود شدهش رو چون سورس هم داشتم بهتون نشون بدم. این الان مثلا یه همچین فولدری رو براتون دانلود میکنه. خب یه همچین فولدری که بچه براتون دانلود کردهش، حالا دیگه در ادامه مسیر میریم ببینیم که چی میخواد. خب حالا شما خیلی نیاز خاصی ندارید که مثلا کار خاصی انجام بدید برای مثلا استفاده کردن سرس. خیلی نصب پیچیده ای نداره، نیاز به ساختن بیلد کردن از سورس هم نداره. ببینید بچه ها بیاید این پایین تر میگه که آقا شما C++ 17 میخواید، کامپایلری که C++ 17 بخواد. GCC و G++ بچه ها دوتا نسخه های در واقع جدیدشون رو نصب بکنید 100% C++ 17 که هیچی، C++ 20 رو هم ساپورت میکنن. خب توی قدم بعدی بچه ها نوشته CMake رو، CMake 310
و آیجن 3 رو دانلود کنید. بچه این دوتا کتابخونه دوباره کتابخونه های C++، البته سیمیک بچه یه چیزی بیشتر از کتابخونه میشه بهش گفت، حالا نمیدونم دقیقا به اصطلاح میشه گفتش که واژه درستش چیه، ولی خب شما سیمیک رو بچه ها اینجا الان مثلا دوباره بنویسید، مثلا سیمیک اینستال ویندوز، خود سایت سیمیک میتونید برید ببینید. بچه ها اصلا بذارید بهتون بگم منطق سیمیک چیه، چرا ما اصلا از سیمیک استفاده میکنیم. ترم یک خب طبیعتا شماها برنامه نویسی C++ رو داشتید. بعد برنامه نویسی C++ اگه یادتون بیاد بچه شما میرفتید یه قبل از اینکه اصلا ترم شروع بکنید میرفتید نت بینز رو دانلود میکردید، یه سری کارهای خاصی داخلش انجام میدادید، بعد میامدید تو همونجا خب مثلا کامپایلش میکردید و اجراش میکردید، درسته؟ ولی خب بچه این منطق کار درست نیست، به خاطر اینکه C++ بچه خب طبیعتا مثل همه زبانهای برنامه نویسی دیگه نیاز داره که دسترسی داشته باشه خب به کتابخونه‌های مختلف، نیاز داره که شما روی چیزی که روی کدتون در واقع کنترل داشته باشید، که مثلا آقا من میخوام کدم به این شکل کامپایل بشه، خب میخوام کدم دسترسی داشته باشه به فلان کتابخونه و کامپایل بشه. در این صورت بچه شما دیگه مثلا نمیتونید بیاید با مثلا یه کامپایلر خیلی ساده این کار رو انجام بدید. حالا بریم الان یه کد ساده میزنم بهتون فرق کامپایل کردن با سیمیک و بدون سیمیک رو بهتون توضیح خواهم داد بچه ها. کلا لپ کلام اینه که برای اینکه همچین مشکلاتی رو کسایی که C++ کد میزنن حل بکنن، یه سیستمی رو برای کامپایل کردن کدشون رو میان استفاده میکنن به نام سیستم میک. خب میک ها بچه ها حالا بازم میبینیم میک هم تولید میشه، تو این وسط ها بهتون نشون میدم. میک بچه ها یه در واقع فایل طویل و بسیار سنگینه که در واقع مثل یه زبان برنامه‌نویسی مخصوص خودشه و شما خب بخواید بیاید یه میک بنویسید کلی اذیت میشید. خب برای همین بچه ها اومد در واقع سیستم هایی مثل سی میک و کیو میک تشکیل شد. اول کیو میک بعد سی میک. ببخشید، اول کیو میک بعد سی میک، که در واقع چه اتفاقی بیفته بچه، این پروسه تولید کردن فایل میک راحت تر بشه. فایل میک چرا گفتیم نیاز داریم؟ به این دلیل که خب ما میخوایم کتابخونه های مختلفی رو استفاده بکنیم و هزار تا مسئله دیگه. بچه نصب کردن سیمیک برای لینوکس خیلی کاری نداره، با همون سودو اپت میتونید این کار رو انجام بدید، ولی بچه های ویندوزی مثلا اینجا حالا مثلا میان باینری مخصوص ویندوز رو دانلود میکنن، مثلا این بعد تو مثلا فایل پروگرام فایلزشون اینجا باید نوشته باشه بچه ها. حالا من بهتون پیشنهاد میکنم که بچه ها توی پروگرام فایلز، اینا پروگرام فایلز سیمیک بین، خب منوالی اد اینستال دایرکتوری یا چه یه همچین چیزی رو سیمیک بین اضافه بکنید و این در واقع چیزی که دانلود کردین اونجا به اصطلاح آنزیپش بکنید. خب اینم از این. عرضم به خدمتتون. خب حالا فرض میکنیم که سیمیک نصب شد. چطوری میتونیم بفهمیم بچه سیمیک نصب شده؟ سیمیک دات اینجوری دوباره یه هلپ بزنید، اگه اومد خب هلپش اومد یعنی که خود سیمیک هم بچه ها نصب شده. مثلا سیمیک اینجا الان مثلا میبینید آپشن های مختلف پف تو سورس میخواد ازتون، خب مثلا سیمیک رو بسازه بچه ها براتون. خب اینم از این. نگاه کنید بچه ها خود سیمیک از یه دونه فایل سیمیک list.txt استفاده میکنه. هر جایی بچه این فایل رو دیدید بدونید که سیمیک استفاده میکنه. نگاه کنید یه همچین فایلیه مثل زبان برنامه نویسی مخصوص خودش. حالا ما خیلی به این همه مثلا قابلیتاش نیاز نداریم، میخوایم یه دونه برنامه ساده کامپایل بکنیم.
اینا کنیم بچه ها، این مثلا در این حد بهتون قدرت استفاده میده. حالا میریم حالا یه سیمه هم مینویسیم با هم دیگه ببینیم چطوریه. خب قدم بچه بعدی اینه که آیجن رو نصب بکنید. آیجن رو هم بچه به همین شکل آیجن تاکس فامیلی یه دونه اینستالیشن اینجا پیدا بکنید توی سایتش. آیجن بچه ها نه این گیت کلونه دیگه، اینا نکنید. فقط شما مثلا اینجا همین رو مستقیما میتونید دانلود کنید. آها اینا ببینید بچه ها، مثلا شما این فایل زیپش رو دانلود کنید، آخرین ورژن استیبلش هم بچه ها دانلود بکنید. یا اصلا فایل زیپ رو دانلود بکنید، دوباره برید یه دونه مثل همون در واقع سیمیک، خب بیاید یه دونه فایل مثلا آیجن 3 بسازید، داخلش یه بین تشکیل بدید، این فایل رو داخلش آنزیپ بکنید. تو اینجور مسائل بچه هر جایی مشکل داشتید میتونید به من بگید، خب و من خودم هم میتونم کمکتون بکنم تو اینجور مسائل. اگر خواستید این مثلا در واقع سیستم رو راه بندازید روی سیستم خودتون ولی نتونستید به من بگید، با هم دیگه یه جوری اوکیش میکنیم. خب حالا من آیجن رو هم بچه ها دارم روی سیستمم، میبینیم چطوری میتونیم احساس بکنیم که حالا آیجن رو نصب داریم یا نه. ببخشید. خب بقیهش بچه ها ریکامندده، میتونید نصبشون نکنید. خب پس من رد میکنیم ریکامندده رو. خب خود لینوکس ها بچه ها، خب طبیعتا کسایی که لینوکس دارن کارشون راحته، همینا رو کپی میکنن میندازن داخل ترمینالشون، نصب میشه. البته بچه ها این باید با بچه که لینوکس دارن باید بیلدش بکنن. خب تفاوتشون با بچه های غیر لینوکسی اینه که خب اونا بیلد ندارن. شما بچه ها VC پکیج رو دانلود میکنید، خب بعد در واقع همین مسیر رو پیش میرید و خودشون نصب میکنید دیگه. بعد اینجا بچه ها یه دونه براتون در واقع میشه گفتش که سیمیک لیست به اصطلاح مثال گذاشته که وقتی میخواید از سیمیک لیست استفاده کنید میتونید از اینجا سیمیک لیست رو بردارید، کپی کنید، برید و خب مثلا باهاش استفاده بکنید. بعد خب مثلا تو قسمت های بعدی سیمیک لیستتون رو تغییر بدید با توجه به اون چیزی که نیاز دارید. خب اینم از این. بچه نصب کردنش کار سرراستیه ولی کار رومخیه. خب یعنی مثلا اینطوریه که بهتون بگم شاید مثلا وسطش یه جایی ایراد داشت ایراد بخورید. در اینجور مسائل بچه من خیلی بهتون میگم، خیلی در واقع میشه گفتش که تشویقتون میکنم که بلند شید بیاید پیش خود من با هم دیگه این مسئله رو حل بکنیم. خب من اینجا یه فولدر C++ سرس تشکیل میدم، بریم داخل سرس و بریم کد بزنیم ببینیم داستان چطوریه. خب بچه تو قدم اولی ما یه دونه مین میخوایم، main.c++، این یه چیز طبیعیه همه نیازش داریم. تو قدم دوم بچه یه سیمیک لیست میخوایم. بچه توجه بکنید چطوری رقم ها در واقع کلمات رو می‌نویسیم دیگه و بزرگ باشه، نکن اینجا خودش مشخص کرد سیمیک لیست. من یه ذره این صفحه‌مو بزرگ کنم شما هم راحت تر ببینید. خب این سیمیک لیست، اینم مین. حالا داخل سیمیک لیست بچه ها چیا می نویسیم؟ میتونیم در واقع بریم از توی اینترنت یه چیزی رو برداریم بیایم امتحانش بکنیم. بذار بگیم سامپل سیمیک لیست C++ سرچ. خب
مثلا کنید چون اینجا الان خودش یه سمپلی از سیمیک لیست داره. این سیمیک لیستش ماشاءالله انقدر بزرگه همش رو نیاز نداریم. به جای اینکه این کار بکنیم بریم یه Stack Overflow نشد خودم بچه ها براتون می‌نویسم. یا مثلا این در همین حد بچه ها نیاز داریم ما توی کارمون فعلا. خب اولا اینکه بچه ها گفتیم که همیشه اولین خط بچه سیمک با این دستور شروع میشه. اومد سیمک دات مینیموم در واقع اسلش مینیموم ریکوایرد، یه ورژنی از شما میخواد، ورژن در واقع سیمیکی که نیاز داره بچه داخل داکیومنتیشن خود سرس نوشته بود دیگه. نگاه کنید اینجا، نگاه کنید سیمیک 3 و 10 میخواد، پس میگیم که آقا مینیموم ریکوایرمنت رو بذار 3 و 10. خب بعد یه پروژه‌ای در واقع تعریف میکنیم، مثلا میگم اسم پروژم باشه سرس تئوری. خب حالا دیگه بچه از اینجا به بعدش دیگه در واقع چیزایی هستن که اضافه است. خب این سامتینگی که بچه اینجا میبینید در واقع اسم پروژهتون اینجا میذارید. اینم از فقط بچه فکر میکنم من سرسم رو با چیز ساختم، با کدا ساختم. یعنی اینکه چون من برای شرکت از سرس استفاده میکنم نیاز دارم که از گرافیکم برای محاسبات استفاده بکنم و صرف همین قضیه احتمالا یه ذره سیمیک لیستی که من قراره انجام بدم با برای شما یه ذره متفاوت بشه. حالا عرضم به خدمتتون که الان بچه من چیکار کردم، یه دونه فولدر خالی تشکیل دادم به اسم بیلد. خب رفتم داخل این فولدر بیلد، آقا میگم بیا سیمیک 2 تا نقطه قبلتر، یعنی بیا توی یه دونه در واقع قدم قبلتر سیمیک رو برای من رام بگیر. نها کنید داره میگرده میگه من فلان چیزا رو پیدا کردم. خب سرس تئوری درسته، چه چیزی رو بچه ها باقی مونده؟ آها بچه ها ما مین رو هنوز اصلا تشکیل ندادیم. خب تو قدم بچه اول include iostream رو میاریم، تو قدم دوم میگیم int main، حالا نیاز به ورودیاش هم نداریم، یه ریترن 0 فعلا. خب این تا اینجا این اصل داستان. خب بریم حالا بچه ها باید یه دونه کاری که انجام بدیم اینه که ما باید بهش بگیم که چه چیزی رو بیاد کامپایل بکنه دیگه. یه دونه فایل اکسکیوتبل باید بهش بدیم. فایل اکسکیوتبل چیه بچه ها؟ فایلیه که تابع مین داخلش باشه. خب من میگم آقا این ادمین اکسکیوتبل ما خب واسه پروژه سرس تئوری main.c++. خب حالا من این رو سیوش میکنم، میگه آقا جنریتینگش دان شد، فقط یه چیزی رو نداره، همونطور که بهتون گفتم بچه ها کدا رو نداره. کدا بچه ها یه پکیجیه که در واقع بهتون قدرت این رو میده که بتونید محاسباتتون رو ببرید روی گرافیک. خب من چون محاسباتم بچه ها روی حالا نیاز دارم برای نرم افزاری که دارم واسه شرکت می نویسم روی گرافیک انجام بشه، سرس هم به اون دلیل مثلا ارور پرت میکنه، میگه آقا من نمیتونم کدات رو پیدا بکنم. بذارید من فکر کنم خودم بتونم اینو اوکیش کنم بدون اینکه برم از فایلای کد آماده بیام استفاده بکنم. کدا runtime library کد تول کیت باید باشه. تول کیت سیمیک بذارید ببینیم الان
ست نباید استفاده بشه دیگه. خب تارگت لایبرریز یه دونه در واقع من اگه بزنم خدا لایبرریز آیا قبول میکنی از ما؟ خدا ران تایم لایبرری ولی خدا لایبرریزه. باز میخوام بچه ها این یه بخش رو شما بهش بر نخواهید خورد، چون فعلا تو قدم اول نیازی ندارید که بچه ها توی سی میک رو استفاده بکنید برای با استفاده از حالا به هر حال میشه گفتش که کد ساپورتد باشه. بذارید ببینید هنوز پیدا نمی کند. خب بذارید بچه ها یه تفکری بسنجیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خب اینم از این ست کن برای من کدا تولکیت روت MVCC version اینجا ننوشته است MVCC بچه ها من یه چند ثانیه مجبورم احتمالا ویدیو رو قطع بکنم، این مسئله رو حل بکنم، برم از کد اصلی که برای شرکت زدم در واقع اون رو بردارم و بیام. خب بچه من ویدیو رو پاز کردم و رفتم سرس رو اوکی کردم. یه ذره زوم رو زوم اوت کنم، خیلی زومی شده. خب رفتم بچه سرس رو اوکی کردم و برگشتم. یه دونه دسته فایند پکیج کود تولکیت خالی نیاز داشتش. رفتم تو نت زدم سرچ کردم ولی خب به هر حال نیاز بود که این رو من داشته باشم. شماها به احتمال 99% نیاز نخواهید داشت، چون طبیعتا نیاز نخواهید داشت که همچین چیزی رو دانلود کنید. اینجا بچه ها من با استفاده از خود سیمیک دیگه استفاده نکردم. خود VS Code بچه ها روی سیمیک لیستتون یه کلیک راست بکنید نوشته clean reconfigure all project، اینو که بزنید پروژه رو میاد ریکانفیگور میکنه براتون. و بچه ها ببینید configuration done رو که دیدید داخل این فایل بیلدتون یه سری فایل براتون تشکیل میده. این اون میک فایلی بود که بچه ها بهتون گفتم، یه فایل مثلا طولانیه که برای در واقع استفاده کردن، برای بیلد کردن کامپایل کردن اون در واقع چیزتون استفاده میشه، فایل C++ تون استفاده میشه. حالا این از این. آقا سیمیک لیستمون رو نوشتیم دیگه، با خیال راحت بچه ها میتونیم بریم کدمون رو بزنیم. خب تو قدم اول بچه ها من سرس رو میارم. خب و از سرس بچه ها سرس.h رو میارم. خب سرس.h بچه ها فایل هدر سرسه. خب این خیلی از کاراتون رو بچه ها براتون انجام میدم. خب قدم اولی که بچه توی سرس باید انجام بدیم، بریم دوباره داخل داکیومنتیشن خود سرس توی بخش آن دیریویتیوزش بچه ها بیایید نها کنید. همونطور که بهتون گفتم یه سری آنالیتیک دیریویتیوز وجود داره، مشتقهای تحلیلی که خب مشخصه دیگه بچه ها، مشتق تحلیلی گرفتنه. خب داخل این در واقع میشه گفتش که فریمورک سرس هم میتونید مشتق تحلیلی بگیرید. من کار بهشون نداریم.
مشتق عددی هم بچه ها کاملا مشخصه، بازم میتونید مشتق عددی هم بگیرید و حالا با متد های مختلف، فوروارد دیفرنسز، سنترال دیفرنسز و حالا هرچی. مهم بچه این اتوماتیک دیفرنشیشنشه یا اتوماتیک دریویتیوزشه که ما در واقع قرار استفاده بکنیم. خب بچه ها همونطوری که من جلسه گذشته بهتون گفتم، دقیق، سریع و تقریبا همون مقدار در واقع تلاش برای به دست آوردن جواب و همون مقداری که شما به صورت عددی میایید محاسبه میکنید. پس بهترین منطق اینه که بیایید از همون مشتق اتوماتیک استفاده بکنید. حالا یه ذره کدزنیش بچه‌ها مشکل تر از در واقع میشه گفتش عددی میشه ولی خیلی شبیه به همون چیزیه که ما توی سی پلاس توی پایتون دیدیم. اینجا هم همینه بچه‌ها، یه کامپیوتیشن گراف باید تشکیل بشه و این کامپیوتیشن گراف میاد میگه چیکار کنه، میاد میگه که آقا به من یه چیزی شبیه به فانکشن بده که من بتونم چیکار بکنم، بتونم بیام مشتقش رو همزمان بگیرم. خب مشتقش رو همزمان بگیرم و خودش رو هم همزمان محاسبه بکنم. برای همینجا بچه دوال نامبرز جلسه گذشته یادتون در موردشون حرف زدیم که گفتیم مثل در واقع اعداد حقیقی اعداد مختلطن، فقط بحث غیر حقیقیشون برابر مشتقشونه. اینجا هم بچه همونه. خب بیاید پایین تر نگاه کنید، خود سرس یه داده ساختاری برای خودش تعریف کرده. من بذارید بچه تکیه بدم. یه داده ساختاری برای خودش تعریف کرده به اسم جت. خب جت اینجا مشخصه بود، درسته؟ جت بچه از داده ساختار شبیه به آیجن میتریکس استفاده میکنه. آیجن میتریکس رو بچه شما میتونید تصور کنید یه چیزی تو مایه های امپی دات اریه. خب آیجن بچه در واقع معادل نامبای تو سی پلاس پلاس. خب بچه توجه بکنید، میگه که نگاه کن، میگه آقا من میام یه داده ساختاری تعریف میکنم، دقیقا انگار بچه عدد مختلف رو میخوای تعریف بکنید و میام براش اپراتورهای مختلفی مینویسم. بچه برای این یه در واقع استراکچر، برای یه داده ساختار شما به این شکل میتونید یه دونه چیز بنویسید، یه اپراتور بنویسید. یعنی بچه اپراتور جمعشه. میگه وقتی آقا به من یه داده ساختار جت داده شد، من چطوری باید با جمع بینشون رفتار بکنم؟ خب تو میگه آقا مثلا من یه آ و یه وی دارم. خب نگاه کنید بچه‌ها، یه آ داره یه وی داره. وی بچه‌ها ماتریسه که مشتقشه، آ هم همون مقدار همون تابع توی اون نقطه‌ایه که بهش داده شده. میگه آقا آ رو جمع بکن، وی رو هم جمع بکن. خب با منهاش باید چطوری رفتار بکنم؟ میگه آ رو جدا جمع بکن، وی رو هم جدا از همدیگه کم بکن و دوباره ازشون یه دونه جت جدید بساز. بچه اینا خیلی مباحثشون شبیه به مباحث جبر خطی اگه یادتون بیاد. حالا نمیدونم شما با دکتر ملک جبر خطی رو داشتید یا با دکتر هانی محبوبی، ولی اگه با دکتر ملک داشته باشید اون میاد در مورد فضاهای برداری و فضاهای میدان و اینجور چیزا صحبت میکنه. توجه بکنید بچه در واقع میشه گفتش که اعمال خطی مثل منها، به علاوه، ضرب، تقسیم، اینا خب دوباره نهایتا یک داده ساختاری از خود جت رو به ما میدن. متوجه اید؟ یعنی وقتی مثلا من میام دوتا مقدار جت رو با هم دیگه ضرب میکنم، خروجی نهایتا دوباره خودش یه جت دیگه است، حالا با در واقع میشه گفتش که مقادیر متفاوته. الان مثلا اینجا کاملا مشخصه دیگه بچه ها. میگه آقا وقتی ضرب کردی دوتا مقدار جدا ضرب بکن. خب ولی مثلا در واقع میشه گفتش که جمع در واقع ضرب آ در وی اولی در وی دومی در آ اولی و دوباره برعکسش وی دومی در آ دومی، وی اولی در آ دومی. ببخشید بچه ها. خب اینجا کاملا مشخصه دیگه، خودتون متوجه میشید که جت خودش یه آ و یه وی داشت دیگه، یعنی تشکیل شده بود از یه آ و یه وی. خب حالا
یه همچین چیزی آقا منطقش رو تعریف کرده، حالا براش توان تعریف کرده، براش در واقع نمایی تعریف کرده، تقسیم تعریف کرده و خب هزار چیز دیگه، هزار و چند چیز دیگه. حالا این رو ما دیدیم که آقا جت چیه. حالا بریم ببینیم که آقا چطوری ما میتونیم یه دونه اتوماتیک دیریوتیو بچه تعریف بکنیم. خب بذارید ببینیم یه کدی رو پیدا بکنیم که ساده باشه. مثلا اینجا رو بچه ها ببینید الان نسبتا یه کد ساده است. خب من همین رو برمیدارم میارمش اینجا. خب حالا بذارید کد رو یه ذره بچه ها ساده ترش هم بکنیم. میگه آقا من میام یه فانکتور تعریف میکنم. فانکتور چیه بچه ها؟ فانکتور در واقع یه چیزی تو مایه های همون فانکشنه، ولی چطوری عرض بکنم بهتون، فانکشن نیست، تو مایه های فانکشنه. یعنی بچه ها این اپراتور در واقع دوتا پرانتزی که دارید میبینید کارش چیه توی زبانهای برنامه نویسی؟ کارش اینه که بیاد فراخوانی بکنه یک تابع رو. خب و توی منطق برنامه نویسی شیگرا ما همه چیز رو بچه یک شی در نظر میگیریم. یک تابع چیه؟ یک تابع بچه یک شیئیه که براش اپراتور همین پرانتز تعریف شده. خب پس من بچه وقتی میام یه فانکتور تعریف میکنم در واقع دارم یه کلاس مینویسم، خب که داخلش یه دونه در واقع این در واقع فانکتور وجود داره. خب حالا این در واقع اپراتور پرانتز داخلش وجود داره. حالا آقا بیایید قدم به قدم نگاه بکنیم. اولا اینکه آقا استراکت رو فهمیدیم که باهاش میشه یک کلاس تشکیل داد. حالا فرقش با خود کلاس چیه رو بچه به عهده خودتون میذارم. فقط کوتاه بهتون بگم توی استراکت شما در واقع تمامی مسائلی که دارید، تمامی وریبل های ممبر وریبل هایی که دارید همشون چیزن پابلیکن، برعکس کلاس که خب یه بخشیشون پرایوتن. اینا مفاهیم بچه ها انحصار وراثت و اینجور مسائل داخل سی پلاس پلاس الان تو گنجایش کلاس ما نیستش که بخوایم در موردشون صحبت بکنیم. خب دومین مسئله بچه ها تمپلت چیه؟ اگر یادتون باشه template functions in C++. بچه اگه یادتون باشه شما توی در واقع میشه گفتش که C++ باید واسه هر چیزی یه دونه در واقع تایپ مشخص میکردیم. مثلا میگفتیم x ما از نوع اینت، x ما از نوع دابله، x ما از نوع کانستابله. بعد خب مثلا تابع ما مثلا خروجیش چیه؟ خروجیش دابله، خروجیش آرایه است، x y. خب اینجا هم همینه بچه ها. بعضی اوقات ما چند نوع ورودی میخوایم بدیم به یک تابعی. خب پس میایم یه چیزی رو تشکیل میدیم، یه شمایی رو تشکیل میدیم که اون تابعه توی زمان کدزنی ما قبل از اینکه ما کدمون رو کامپایل بکنیم تشکیل نشه و زمانی که ما داریم اجرا میکنیم بیاد یه چیزی رو قرار بده داخل یه چیز دیگه ای. خب یعنی در واقع بیاد نگاه بکنه که آقا مثلا این الان نوعش مثلا اینته، خب تو یه نوع تابعی رو برای من تشکیل بده، یه نوع تابعی رو برای من تشکیل بده که اینت رو ورودی بگیره. چون من نمیتونستم یه تابع بدم هم اینت بگیره هم مثلا چه میدونم ماتریس بگیره دیگه، درسته؟ خب در این صورت خب من باید 10 تا 15 تا تابع مختلف تعریف کنم. ولی بچه همه اینا رو میشه گذاشت کنار، یه چیزی تعریف کرد به نام فانکشن تمپلت. اینجا هم دقیقاً همینه. اوکی بچه ها، میگه تمپلت کلاس my تایپ من، حالا من اینجا تی خالی میذارم، عموما هم همه تی میذارم بچه ها. حالا
میگه آقا این کلاسش هم که ول کنید، فقط بحث اینه که اینجا مثلا میشه گفتش که تمپلت تایپ نیم تی. خب حالا میگیم که آقا اینجا من میخوام مثلا بگم بار اول آقا میدونم که این برمیگرده مثلا بولیان برمیگرده. خب البته اینجا بولیانه دیگه، آره نه اینجا بچه مثلا این مقدار. مثلا میخوام بگم که آقا اینجا الان من به این هم مثلا چه میدونم اینت بدم، هم جت بدم. خب جت رو یادتون بیاد چی بود؟ هم میخوام بهش اینت بدم هم جت بدم. خب من نمیتونم این کارو بکنم بچه. در این صورت من باید بیام دو تا تابع تعریف بکنم. یه تابع واسه اینت ها، به خاطر اینکه اینجا من مای تایپ رو باید بزنم اینت یه بار، یه بار دیگه بذارمش جت دیگه. حالا من به جای اینکه این کار رو انجام بدم بچه میگم یه تمپلت فانکشن تشکیل میدم، یه در واقع شمایی از توابع رو میدم بهش، میگم که آقا تو بیا خودت تصمیم بگیر که آقا این مای تایپ چیه. این مای تایپ من یا جت یا اینت دیگه احتمال زیاد. پس من میام آقا میگم که آقا تمپلت رو بذار، گت مکس رو هر موقع به جت دادم خروجی رو هم به من مثل همون جت برگردون. خب مای تایپ اینجا هم بچه دقیقا همینو داره میگه. میگه آقا خروجی من باز نمیدونم چیه، خروجی من بسته به ورودی منه. ورودی من اگه اینت باشه اینجا اینت میشینه، اگر جت باشه اینجا جت میشینه. خب ورودی ما هم اینجا مشخصه دیگه تایپاش. خب اینجا کاملا قضیه ما حل شد بچه. حالا بذارید بچه یه دونه تمپلت فانکشن رو ساده براتون پیش ببریم بگیریم چطوریه. بذارید خودمون هم کدش رو نزنیم بچه. بذارید ببینیم از همینجا یه چیزی برداریم. مثلا الان بچه این رو نگاه کنید، من یه کد کامل، یعنی یه کد کامله. خب اینو بیلد کرد. بچه زمانی که بیلد میشه توی سیمیت لیستتون من باید تو اینجا یه دونه فایل باشه. سر استوری بچه، این الان باینری که باید اجرا بکنید، اصلا حواسم پیداش نمی‌کردم. توی داخل بیلد بچه زمانی که شما در واقع کار کامپایل کردنتون تموم میشه، یا به اصطلاح ساختنتون بیلد کردنتون تموم میشه، یه فایل باینری براتون تشکیل میشه به اسم در واقع همون پروژهتون. خب اینجا سر استوری نگاه کنید بچه، من الان اینو اجرا میکنم 6 و 10 به من برگشت. حالا بریم خود کد رو نگاه بکنیم. میگیم آقا ما یه تمپلت فانکشن داریم، میگیم که میخوایم ماکسیموم مقدار رو برگردونه بهم. خب حالا این ماکسیموم مقدار که به من برمیگردونه، به من بگو آیا من میتونم بهش لانگ بدم، لانگ اینت منظورشه بچه ها، یا خود اینت بدم. خب من اگر بچه ها بیام این تمپلت فانکشن رو بردارم، این رو بکنمش خروجی اینت، اینا همه اینت، اون موقع چه اتفاقی میفته بچه ها برای من؟ بذارید من یک بار دیگه این رو، حتی اگر ران هم بشه بچه ها، میاد چیکار میکنه؟ میاد تو گت مکس دومی که اینا لانگ هستن. خب چه اتفاقی برای من ایجاد میکنه؟ میگه که آقا اینا برای من چی هن؟ چی میگن اسمش؟ تبدیلشون میکنه از لانگ به اینت، یعنی یه سری از اطلاعات رو از دست میده. بذارید بچه یه دونه مثالی بزنم که بیشتر براتون واضح باشه. بیاید یه داده ساختار تعریف بکنیم. بگیم استراکت ما اسمش هم میذاریم پوینت. خب پوینت ما یه دونه پوینت x میگیره، پوینت یه x میگیره. خب البته
از چه نوعی بچه ها تعریف کنیم؟ اینت کنیمش x و اینت کنیمش y. خب من بیام بچه ها توی اینجا خب یه دونه اینو هم بذارم پشتش رو و دیگه کاری نداره. خب من اینا رو پاک میکنم، میام از پوینت داده ساختار پوینت میگم پوینت 1. خب این یه سری هیچی نمیگیره، میتونیم بهش در جلوتر بگیم پوینت 1 دات x مثلا 1 پوینت 1 دات y دات مثلا 2. خب حالا بیاید یه دور اجراش بکنیم، البته داره ایراد میگیره. بچه ها عوض میخوام، ببخشید من تلفنم تماس گرفت. خیلی خب بچه ها من عوض میخوام، تلفنم زنگ خورد. داشتیم ارور این رو اوکی میکردیم. بذارید اینو بچه ها چه بزرگ کنیم، ارور از این نیست البته. اینو ببندیم. اینو برای چی اصلا چرا کردم؟ خب این هم از حالا دیگه خدا رو شکر ارورش. فقط چک کنیم، بذارید یه کانستراکتور برای این تعریف بکنیم که در واقع اینت x بگیره و اینت y. خب x رو x بیام بعد از اینکه اینا اجرا شد x رو با x اینیشیالایز کنه، y رو با y اینیشیالایز کنه و دیگه کاری باهات نداره. خب حالا من میتونم بدون اینکه این رو بردارم، حالا میتونم اینجا بهش کنید بچه ها. الان یه اینت x و y رو من میگیرم و من x و y رو اینت x بچه ها یه ذره چون کودا رو از یه جایی برداشته بودیم یه ذره با این نمیخوند. حالا اینت x مساوی است با 0، اینت y مساوی است با 1. خب ما قرار بود چیکار کنیم؟ اصلا به جای اینکه این کار رو انجام بدیم خودمون تشکیلش بدیم. من میگم یه پوینت 1 رو تشکیل میدم به این شکل با 0 و 1. یه پوینت دیگر رو هم تشکیل میدم پوینت 2. خب مثلا 0 و 10. من میخوام چیکار بکنم؟ وقتی پوینت 1 رو با پوینت 2 جمع میکنم چه اتفاقی بیفته بچه ها؟ این دوتا با هم جمع بشن. خب مثلا من اینو بذارمش 2، این دوتا با هم جمع بشن، این دوتا هم با هم جمع بشن. خب بعد در این صورت بچه چه اتفاقی باید انجام بدم؟ باید بیام اپراتور اوورلودینگ رو اینجا انجام بدم دیگه. خب دیگه یادتون باشه ما میگفتیم که آقا خروجی ما یه پوینت باید بشه دیگه. خب خروجی ما چی بود؟ پوینت بود. یه اپراتوری داریم، اپراتورمون به علاوه است. نگاه کنید بچه خودش داره میگه اپراتورمون به علاوه است چه چیزی رو میگیره؟ میگه آقا یه دونه در واقع کانست خود پوینت رو میگیره، چون من وقتی میخوام سمت چپ اپراتور بچه اهمیت داره یه دونه پوینت دیگه میگیره. من یه پوینت در واقع رفرنس رو بهش میدم. بذارید ببینیم رفرنس پوینت رفرنس. بعد خب مثلا من اسمش میذارم آدر. خب اسم اون پوینت دیگه ای که این سمت در واقع نام کنیم بچه ها من میگم 1 به علاوه 2. این علاوه بچه خود این یه فانکشن داخله زبانهای برنامه نویسی که در واقع این صاحبشه و روی این داره اعمال میشه. خب اینجا هم بچه منظورش همینه، میگه آقا من این دوه رو از تو میخوام اگه بخوام از این استفاده کنم. این آدر من این اصلا مثلا میتونم بهش بگم
right hand side. RHS هم بچه عموما مثلا معروفه نوشتنش. آقا من این تابع رو نمیخوام بعدا دوباره تغییر بدم دیگه. خب یه تابع کانسته میگیم آقا چیکار کن، ریترن کن برای من. خب در واقع یه پوینت جدید که x به علاوه چیه RHS دات x و y به علاوه RHS دات y. این یعنی چی؟ میگه آقا بیا همون x ها رو با هم جمع کن، y ها رو با هم جمع. این هم هست آقا، خیلی راحت. الان من میتونم اینجا بگم چیکار بکنم، بگم آقا پوینت 1 به علاوه پوینت 2 خب بدون اینکه به من ایراد بگیره پوینت 3. این هم هست بدون اینکه الان به من ایراد بگیره اصلا. ببینید بچه الان اپراتور میگرده دنبالش، ببینید الان جمع کرد. خب من بیام صرفا الان std cout پوینت 3، من فقط الان فعلا x شو نشون میدم std ndl. خب بذارید بچه بیلدش بکنیم. خب بیلد شد، نها کنید 2 0 و 2 جمع شدن. حالا ایگرگشون نشون بدیم. 11 1 و 10 11. حالا آقا من میخوام یه تابع تشکیل. اولا که بچه بذارید این رو من بهتون نشون بدم که ارور میده اگر من این رو نظرم. نها کنید میگه آقا من یه همچین اپراتوری ندارم واسه این کار کنم. وقتی من بخوام بیام اینو حالا بیلدش بکنم، نها کنید میگه آقا من همچین اپراتوری رو بین پوینت و پوینت نمیتونم جمع بکنم برات، چون همچین چیزی نداری. آقا من اپراتور اوورلودینگ کردم، این کار رو حل کرد برام. خب حالا بچه بریم تمپلت، اون چیز داستان اصلی خودمون رو حل بکنیم. این فانکشن تمپلته. بذارید فانکشن تمپلت کجا بود بچه ها؟ اینجا بود. این بود دیگه، درسته آقا. این تمپلت ما بود. این تمپلت ما بود. میگیم آقا تمپلت کلاس تی. حالا من دوباره میام این رو اینجا بذارم. این هم اوکی شده. خب من یه اینت میذارم، میگم اینت مثلا x و y. x رو مثلا میگیرم 10، y مثلا 11. آقا من میخوام ببینم که آیا مثلا البته ماکسیموم بچه ها، ماکسیموم چون براش اپراتورش رو تعریف نکردیم صرفا a به علاوه b رو تعریف میکنیم. get max هم میشه سام. خب حالا بچه توجه بکنید، من خب اگه بخوام بیام این پارامتر رو جمع بکنم، خب با توجه به اینکه من این اپراتور رو تعریف کردم بریم، خب یه دور من تی که ورودی میخوام بدم به این باید پوینت بذارم، یه دورم باید اینت بذارم براش، یعنی دو تا تابع جدا تشکیل بدم. به جای اون من میام همین این بچه ها این رو تشکیل میدم. کلاس رو هم میکنیم تایپ نیم که با در واقع چیز اصلیش هم یکسان در بیاد. این چی میگه؟ این هم همون کد رو قبلیه. خب حالا میگیم یه دونه چیزی داریم به نام سام. آقا سام میگه آقا من نمیدونم چی میخوای بهم بدی، هر چی میخوای بهم بده. خب یه x و یه y بهش میدم، میگم اینت سام 1. یا اصلا اینت هم بهش نمیدم، اوتو میدم. اوتو بذار خودش اصلا انتخاب بکنم، من چون مثلا فرض میکنم نمیدونم چیه دیگه. اینجا حالا بهش بچه یه دارم، بهش پوینت 1 و 2 رو میدم. سام 2. الان بچه ها منطقش اینه که این باید به من ارور بده، ولی میبینیم که به من ارور نمیده. حالا ارور داد. چی میگه؟ میگه expected فلان. حالا سمیکالن رو بچه ها یادمون رفته. ما پایتون پروگرامر رو کلا با سمیکالن بچه خیلی آشناییت نداریم. دیدی بچه ها ارور به من نداد. این سام رو استفاده کرد واسه یه در واقع دوتا مسئله جدا. خب اینه
بذارید بچه این رو من عوضش بکنم رینیمش بکنم اپراتور اوورلود. خب دوباره این رو حالا چیزش میکنم، یه مین دیگه تشکیل میدم چون اینا رو بچه شما داشته باشید خوب. میتونیم اینجا مینش رو هم مثلا چیز کنم. آقا من دوباره برگردم بیام بریم دوباره سر وقت همون سرس خودمون. کورس سی پلاس پلاس نیستش بچه، این چیزی که من صرفا داشتم بهتون میگفتم یه ذره راحت تر بفهمید. خب بریم سر وقت اینت مین خودمون. از تو سرس چی رو برداشته بودیم بچه ها؟ از تو سرس من این پیتفاله رو برداشته بودم دیگه، درسته؟ آقا من یه تابع خیلی ساده میخوام در بیارم. خب تا اینجا فهمیدیم آقا این استراکت اپراتور فلان رو داره اوورلود میکنه، این هم از این. خب حالا آقا من میگم به جای اینکه انقدر خودمون رو اذیت کنیم بکنیمش اصلا یه تابع 10 منهای ایکس. بچه توجه بکنید که دلیل اینکه من یه رپش میکنم دور این تی اینه که بچه این جته. خب این جته باید بیاد 10 رو بهش در واقع مشتقش هم حساب بکنه دیگه. x صفر حالا ریزالت یا رزیجوال صفر، این هم هست. خروجی هم true. این هم از این. الان بچه این الان یه تابع در واقع کامله که تشکیل شده برام. خب من این رو تو تی هم این رو هم چیز میکنم رپ میکنم. بریم حالا خود سرس استفاده بکنیم. آقا اولین قدم اینه که من بیام از سرس، البته بچه خود سرس رو نیاوردم اینکلود کن سرس سلش سرس چه. حالا میگه آقا از سرس بیا برای من چی رو بیار؟ پرابلم رو بیار. آقا من یه مسئله اول توی سرس تشکیل میدم، اسمش رو هم میذارم پرابلم. خب این مسئله رو که من تشکیل دادم حالا میاد میگه که آقا یه کاست فانکشنی به من بده. من میگم آقا باش بیا این سرس تا کاست فانکشن، البته سرس تا کاست فانکشن، درسته؟ آقا بریم یه چیز رو ببینیم چطوری کاست فانکشن رو تعریف میکنیم. من خودم هم قاطی نکنم گفتن نکنید بچه اینجا تو اینتروداکشن کاست فانکشن نکنید. آقا میگه آقا من کاست فانکشن اینطوری تعریف میکنم، ولی این واسه بچه زمانی که شما بخواید کاست فانکشن کاستوم تعریف کنید اینا میمونه جلسات بعدی. کجا داخل مین ما کاست فانکشنمون رو میدیم بهش وقتی یه کاست فانکشن داشته باشیم. اینها بچه نکنید یه فانکتور داره، همون فانکتور ما یه فانکتور داره و این کاست فانکشنش. من همین رو برداشتم آوردم. کاست فانکشن این استار بچه یعنی پوینتره، بچه این سرسه ما بذاریم اینجا الان دیگه باید اوکی بده. این مایس کالر کاست فانکشن اونم بچه میشه فانکتور. اینم از این برش میداریم. اینم فانکتور ما بچه. فانکتور رو باید اجرا بکنیم یه بار یا نه؟ نیو اتوماتیک دیفرنشیشن بچه اینجا سرسه این که هیچی. این از این خب فانکتور چی میگیره؟ بریم بچه ها این رو ببینیم. خب این اتوماتیک دیفرنشیشن از نوع فانکتوره. خودش چیه؟ بذارید یه دونه چیز جدید تشکیل بدیم، بگیم نیو کاست فانکتور، یعنی فانکتور خودمون. ببینیم الان این اوکیه، ظاهرا اوکیه. خب حالا بچه من بهتون توضیح میدم داستان چی شد. ببینید
من میتونستم بیام این بالا خب تشکیل بدم یه دونه در واقع یه دونه فانکشن تشکیل بدم، ولی خب نیاز داشتش که بچه‌ها خب مثلا چه میدونم یه سری ورودی هم بهش بدم دیگه، خب یه ورودی الکی باید بهش میدادم. ولی خب بچه من نیویی که اینجا میذارم، نیو بچه به این معنی که برو یه دونه جدید بساز. تو کجا؟ توی حافظه هیپ. حالا حافظه هیپ چیه دیگه بچه برید خودتون در موردش تحقیق بکنید. این بچه یه روشیه که بچه من میگم دیگه خیلی لازم نیستش همه چیش رو بدونیم، فقط کافیه که چه اتفاقی بیفته بچه ها برای ما اینه که ما ببینیم داکیومنتیشن چیکار کرده، شبیه بهش رو پیش بریم، وگرنه خیلی باید زمان صرف کنیم واسه یادگیری مسائل مختلف. حالا میگیم آقا سرس اوتو دیف کانست فانکشن یه چیزایی گرفته، اینا رو من نمیدونم چیه. آقا خیلی راحت یه کنترل میگیرید، یه دونه کلیک میکنید روی تابه، میاد داخل تعریف تابه توی اچ در واقع هدر فانکشنتون. هدر داشتن یه همچین خوبیایی داره بچه. الان بهت میگه آقا من این چیزایی که دارم میخوام ازت چیه، میگه کاست فاکتورتونه. خب باش من اول کاست فاکتور رو دادم بهت. خب این چی؟ من اول کاست فاکتور رو بهت دادم، این که هم فاکتور ما. خب دومی مسئله چیه؟ میگه آقا number of residuals ما چند تاه بچه ها؟ یه دونه است دیگه. دیگه تعداد چیزایی که دیگه ای که بچه ها از ما میگیره اینه که میگه آقا number of parameters. چند تا پارامتر داریم ما؟ یه دونه x داریم دیگه، میشه یک و یک. تمام. این الان بچه تعریف شد برای ما خیلی راحت. حالا من مشتق در واقع این تابم رو همواره دارم. حالا بریم در ادامه مسیر باید چی کار بکنیم بچه ها؟ باید بیایم بگیم آقا توی این پرابلم ما این کاست فانکشنمون رو تعریف بکن. بچه ها میاد چیکار میکنه؟ دو تا چیز مختلف داره، پارامتر بلاک و رزیجوال بلاک. بر ما از نوع رزیجوال بلاکه. از نوع حالا در مورد اینا جلسه آینده صحبت میکنیم که بچه ها پارامتر بلاک چیه، رزیجوال بلاک چیه. من این کاست فانکشن رو بچه ها بهش میدم، دیگه چه چیزی میگیره؟ بریم داخل اد رزیجوال بلاک ببینیم چیه. میگه لاست فانکشنه. بچه لاست فانکشن ما نداریم، لاست فانکشن الان نداریم. خب هر چی رو نداشتید داخل چیز یه نال پوینتر بهش بدید، یعنی آقا نداریم دیگه. پارامتر بلاکمون چیه بچه ها؟ یه ایکسیه. حالا این ایکس چیه بچه ها؟ این ایکس همین ایکس اینجاه دیگه. خب این ایکس در واقع این ایکس باید ورودی داشته باشه بهش. آقا من این ایکس رو میگم یه دابلی رو برای من بزن، مقدار اولیه منه دیگه. میگم آقا کانست. اولا که بچه ها توجه بکنید، فکر کنم اینجا باید کانست باشه. یه نگاه بندازیم. نه لزومی هم نداره کانست باشه. همین دابل رو میذاریم نیم، ایکس رو میدیم بهش، ببینیم آیا مسئله ای داره. اینجا سمیکالون یادمون رفته. خب بچه زمانی که این یه همچین مسئله‌ای بهتون برخورد، خب توجه بکنید که آقا میگه no instance of overloaded function matches the argument list. یعنی یه چیزی رو بچه اشتباه دادید بهش، یه چیزی رو اشتباه دادید بهش. خب حالا چه چیزی رو اشتباه دادیم؟ بیاید یه نگاه بندازیم. ناکن میگه 3 تا اوورلود مختلف داره، x1 و x2 x1. باید بخونیم بچه ها. آپشن ایونت و فلان نیو، ببینم که نیو بود. کاست فانکشن، البته کاست فانکشنه. آره ببینم که اینجاست، همین اینه. رو نیو دابل چه چیزی رو بچه ها؟ آها نگاه کنید بچه ها، دابل رو از ما پوینتر خواسته، ولی من دارم بهش چی میدم؟ ببینیم الان چی میگه. اوکیش کرد. operand of فلان must be type double.
x یعنی بچه همین رو اینطوریش بکنیم x ptr دیگه ارور نده دیگه جون مادر. اوکی. خب بچه اینجا چی میگفت؟ میگفت که آقا من از تو خود دابل رو نمیخوایم، پوینتر دابل رو میخوام. پوینتر در واقع اون مقدار اینیشیال ولیوز رو میخوام ازت. آقا پوینتر چی بود؟ پوینتر این دقیقا معادل همینه بچه ها، به آدرس اون ولیو اشاره میکنه. این مسائل رو 100% ترم یک بچه ها خوندید. اینم از این. خب من الان رزیجوال بلاکم رو هم اضافه کردم. خب حالا بریم سراغ سرس سولور سامری. یه سامری بچه ها باید داشته باشیم که این سامری ما هم. این سامری بچه ها نهایتا بهمون مشخص میکنه که چی به چی شده. سرس سولور expected فلان. چرا؟ این اولش بزرگه. خب این از این اوکی شد. عرضم به خدمتتون دیگه میریم سراغ سرچ سالو میشیم. سرچ سالو. حالا اینجا میگه آقا من یه سری ورودیام چیاست. بریم دوباره داخل این. میگه آقا من یه سری آپشن میخوام. آپشن، پارامتر و پرابلم. پارامتر و سامری. ما الان همه چیشو داریم به غیر از آپشن. آپشن رو باید بچه چطوری تشکیل بدیم؟ میگیم آقا سرس سالور آپشن داره اصلا چیزی آپشن. خب بذار ببینیم الان پیداش میکنه یا نه. داره لود میکنه. نه آپشنز با او بزرگ. خب حالا میگه آقا سولو من رو به هم بده. میگم من آپشن دارم طبق گفته خودت. یه پرابلم دارم که پرابلممون چی بود بچه ها؟ یه تابع طور بود. من باید دوباره بهش چی رو برگردونم بدم؟ رفرنسش رو بدم. و سامری هم همینطور بچه ها رفرنسش رو باید بهش بدید. سامری نکنید بچه ها من کجا میدونم این رو. نه نکنید من کجا میدونم. نکنید بچه اینجا کاملا مشخصه دیگه. میگه آقا من پوینتر میخوام ازت. پوینتر حالا بچه با این جفتشون هم میشه. اگر مثلا یه دونه پوینتر بدید رفرنس هم میتونید بدید بشه. و std cout. حالا بچه ها سالو که کرد سامری دات brief report. یه ریپورت به من بده و اتمام داستان std ndl. بذارید یه دور اجراش بکنیم ببینیم ارور میده. ارور نداد. جالب بود. خوب بود. ببینیم. خب ارور که نداد. کاست فانکشنمون اینه. تموم شد. ولی خب حالا مقدارمون بچه چقدر شده اصلا حواسمون نبود. این ایکس پوینتر اصلا چرا ما بهش بچه پوینتر میدادیم؟ الان من خودم همین پوینتر رو بچه خروجی بگیرم. استارتمون چقدر بود؟ cout went from x mean to x حالا اینجا x ptr
stdndl. خب بذارید بچه ها اینجا این رو هم ببندم. خب این رو بچه ها یادمون رفت دیگهش بکنیم. چون پوینتر بود بچه ها باید دی پوینترش بکنم دیگه، باید بازش بکنم، دی رفرنسش بکنم. ناکنین بچه ها میگه آقا از نیم رفتم تا 10. از x مساوی نیم شدم x 10. حالا بچه ها این چرا شد x 10؟ توجه بکنید من میخواستم رزیجوال اینو کم بکنم دیگه. بهش اول گفتم این باید صفر بشه. یعنی بچه ها معادل من چی میخواستم حل بکنم؟ یه دونه تابع بسیار بسیار ساده میخواستم حل بکنم. این تابع ساده من چی بود؟ این تابع ساده من 10 مساوی است با x بود. 10 مساوی است با x. حالا دیدید خیلی دردسر داشت بچه ها، ولی خب میبینید توی آینده این دردسرها نیازه واسه بعضی جاها. مثلا الان من میخواستم این رو صرفا حل بکنم. 10 مساوی است با x. حالا من 10 مساوی است با x رو که رفتم میام چیکار میکنم؟ میگم رزیجوال من برابره با چی؟ 10 منهای x. این باید صفر بشه بچه ها، ولی صفر نمیشه. من بهش اول نیم داده بودم، این 9.5 بوده اول بچه ها. بعد میاد تابع رو پیدا میکنه و در نهایت این رزیجوال رو به صفر میرسونه. بچه ها ویدیو بسیار طولانی شد، بسیار سنگین شد، ولی خب ارزششو داشت. ما در نهایت هم نیاز داشتیم به همین حد برسونیمش دیگه. اگر احیانا بچه ها متوجه داستان نشدید، صرفا مثلا ببینید که این قابلیت ها وجود داره. خب در ادامه مسیر میریم کدهای سنگین تر رو اجرا میکنیم. فقط ببینید که آقا شدنیه. همین، فقط همین که ببینید شدنیه براتون کفایت میکنه. خسته نباشید. امیدوارم تا جلسه بعدی حالتون خوب بشه.